فشارانی که ملت بلوچ سر پیدا ما در موردشان مطلعیم، اما این فشاران در همین چند ماه اتحاد با جنبش ماه و بلوچ بونگیج نبود تگه. 90 و اند ساله که این فشاران بلوچان سراغیم به هر شکلی. فشار فقط ایشی نه این که یک منطقه یا بیان آیه محاصره بکنن تو داره فشار ایجاد کنه. همزمانی که آن منطقه در حال محاصره بودیم، در چابهار تو هم لوگان دارن تخریب بند، زندانان تو هم جنینان دارن تجاوز بند، می جوانان دارن تو بودا نفله و تلف بند در زندانان تا دارن می سرزمین چه ما پچ گرند، دارن تو می نسل گاره کنند در می سرزمین بلوچستان تا می آموزش دارن ضعیف کنن، می اقتصاد دارن ضعیف کنن، می هویت دارن ضعیف کنن، می جنینان و ماتان و گوهران دارن اذیت کنن. مسئله فشار مسئله نه که همین هنو شروع بتبی که ما در مقابل فشار عقب نشینی بکنیم یا در مقابل فشار جلو بریم و ایده بگوشند که خب یک گروهی در نوع یک گروه خارجه آن شرایط درک کنه یا درک نکنه. این مسئله نه. این مبارزه مال ما و شما تماما با همین، از هر فکری که ما شما هستیم، از هر گروه نهله‌ای که هستیم، هر نوع ایدئای ذهنی که ما شما را هستیم، در یک چیزی تا ما شما متفق القوله، ای براندازی رژیمه. به خاطر فشار ما نباید از عقب نشینی بکنیم. آن چیزی که هنو در یه نوکی نسل تها رشد کنه که دیما را بگایم گو سوشل میدیایی آیگا گو جوانانی هزینه دهگه در مسیر راهی تها گو یه هزینه های مختلفی که از می شخصیتان مختلف در بلوچستان تها دارن دیند یا آیگی به خاطر ایچی، به خاطر رسیت به آزادی. اگر یک انقلابی شعاری توهی ببیته از شعار آزادی، توهی ببیته از شعار براندازی، توهی ببیته از افکار مختلفی که در جامعه دا هستن، انقلاب شکوفای نبی شکل نگیری و به نتیجه نرسی. هیچ کس خواهان و خواستار تفرقه نباید ببی، جلوی هیچ گروهی نباید گرگ ببی. ما اوشتاتگیم علیه سپاه تروریستی، علیه خامنه‌ای، ما اوشتاتگیم که بودی حق پچ بگیریم. بله حق پچ گیرگ فشاریت میاد سرا، ولی اگر تو بگوشی که ما ایشی ویل کنم مگر فشاران از دیگه قسمتی به دین نحوی به دیگه شیوهی میسرا پریشر یارگ نکنم نیاینتی. بله مبارزه ما علیه رژیم، علیه هیچ گروهی، هیچ فردی، هیچ جناحی نه. اگر ما محکمتر وشتاتگیم، ادبیات محکمترین، فرصتی، فضای، شرایطی به علاوه آد اندرستندینگ مبارزه که داریم مسیر راه تا ما دیسته شهدایی که ما دادیم به خاطر اشنیه. هر کس با هر لحنی، با هر شیوهی، با هر ادبیاتی، با هر روشی شعار دم اقدام کن، مبارزه کن که باید تنوع و تکثر قبول کنه، ببی پذیرش ببی. ما از همین هنو باید یک کار دیگر قبول بکنیم. ما از همین هنو باید بتونیم تمامی افکار جامعه هضم بکنیم، قبولش بکنیم. یک نفر مخالف حجاب اجباری باید قبول بکنیم از همین الان. نبیتیم که ما مثلا سخنرانی بکنیم و در سخنرانی علیه حجاب اجباری بکنیم ولی مردم زیر وتی جمع تها واداری بکنیم باید. نبیتیم که مثلا ما در کلام وقت بگوشیم که ما معتقدیم که ادام نباید مذهبیون یا مثلا دین در رأس امورات و قدرت ببیتین در نماز جمعه تو که مولانا فرمایش کو و بعد در عمل تها چو برخورد مکنیم و فقط شعاران الله اکبر بکنیم. چی معنای همشیه؟ ما باید تمرین بکنیم، ما باید آزادی تمرین بکنیم، ما باید دموکراسی تمرین بکنیم، ما باید قبول و پذیرش جامعه تمرین بکنیم، ما باید رواداری تمرین بکنیم. ما جامعه در حال رشد، ما در حال پیشرفتیم، ما در حال بالا رویم. از همین الان جامعه یا به سمت درستی هدایت بکنیم. قبول بکنید احبرانی که مولانا عبدالحمید در سخنرانی تا گوشه کنید از طریق فشار انتظامات و غیره فشار میاره به مردمان سرا. یک دست ببین، یک مشت ببین، همراه ببین برای براندازی رژیم ها، براندازی سپاه تروریستی ها، خامنه‌ای لعین و لجنا. مرگ بر خامنه‌ای بگوشین.
چرا که اگر ما یک گام عقب نشینی بکنیم، گام های بعدی ما رو وادار کنن تا سپاه تروریستی که عقب نشینی بکنیم. ما در جریان که سپاه تروریستی یحته مکی مشاوران مولانا فشار یارته گوشته ای که هم یکی شعار را قطع بکنه، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر سپاه، ما گوشید مسائل دیگه حل با. و ما در جریان که چه گروه های دیگری گو دفتر مولانا عبدالحمید تماس گرفته و تماسی برقرار کنه که شعارهای مرگ بر ستمگر نشاه باشه، رهبر هم تلاش بتکان حسبه. ولی واقعیت ایشین که سلطنت ولایت 100 سال جنایت یک شعار مترقی متمدنانه بسیار پیشروانه بر اساس موجودیت آن جنایتانی که در این 100 سال تها علیه بلوچ بودتگن شکل گرفته، علیه هیچ گروهی نه. این تکسر نباید پروشک بی از بین بروتیم. ما به آزادی نرسیم اگر علیه هم دیگه بوشتیم. ما زمانی به آزادی رسیم که در کنار هم دیگه بوشتیم و مثل سابقا که جمع واحدیت ما فقط علیه رژیم ما داریم مبارزه کنگاتیم، دوباره حرکت بکنیم. اگر این اقدامات بندک ببندیم که جلوی گروهی گرگ مبیتیم و این اختلافات شکل دیگ مبندیم، دوباره دست مشت یک دست بندیم، ما به آزادی وقت رسیم. که این که ملوتی ما یه ملت به آزادی برسیم، یه سرزمین تحکم رسیم. بله اختلاف نظر هستیم. من دیدگاه برشین که بلوچستان حاکمیت ملی باید بلوچ دستابی، من دیدگاه برشین که بلوچ یک ملتی، یک گروه دیگه نظری برشین که بلوچ قومی، آیا بلوچ ضعیف زانت یک قومی معمولی عادی زانته، بلوچ زیر مجموعه یک دیگه سلطه لوتی قرار بدنته. مهم نه. مهم شین که ما انقدر برای اوتی ایده اوتی مبارزه اوتی حقا وشتی مبارزه کنیم، گوشینی بیانی کنیم و همه اندازه شما هم بوشتید مبارزه بکنید برای اوتی ایده، اما علیه هم دیگه من یک دیگه حذف مکنید. اجازه بدین که این تکسر مورد پذیرش مورد قبول ببینید. وقتی که ما به عدالت رسیم، به برابری رسیم، به حقوق قوت رسیم، وقتی که امید گیرن مردم، وقتی که مردم پذیرای یک دیگر با یک دیگر در آغوش گیرن با افکار مختلف، یک مسیر و یک هدف واحدی دیگه مبرند. ایشی پیامی که از سخنان این هفته مولانا من برداشت کنم که پذیرش تمام شعرا، پذیرش تمام گروهان، پذیرش تمام مردمان، پذیرش تمام خبران، فقط خبر نه. لذا عمل بر ایشیا توسط دست از افرادی که در مجمع تها گروه تها پایین دستا در بین جمعیت هم بسیار مهم و حیاتی. چرا که ما یک گام در مورد خواستیان در مورد مبارزات عقب نشینی نکنیم.